تا به حال به این فکر کردید که کودکان هم ممکنه دچار افسردگی بشن؟ آیا کودکی یا نوجوان من هم افسرده است؟ سلام، تو این ویدیو میخوایم در مورد افسردگی کودکان و نوجوانان صحبت کنیم و اینکه بگیم چه نشونه ها و علائمی دارن. پس لطفاً با من همراه باشین. حتی یک کودک 2 ساله هم ممکنه افسردگی رو تجربه کنه و افسردگی فقط مربوط به بزرگسالان نیست. کودکان هم این درد خاموش رو ممکنه که تجربه کنن. اما ما چطور تشخیص بدیم که کودک یا نوجوان ما هم افسرده است؟ تحقیقات نشون میده که 3.2% کودکان و نوجوانان مبتلا به افسردگی هستند. افسردگی کودکان در واقع یک اختلال خلقی جدیه که میتونه شادی رو از زندگی کودک بگیره. این کاملا طبیعیه که کودک یا نوجوان گاهی اوقات بدخلق و افسرده باشه، مثلا با تغییر محل سکونت به یه شهر دیگه یا کشور دیگه، یا با از دست دادن حیوان خونگیش. اما اگه این احساسات هفته‌ها و یا ماه‌ها طول بکشه، ممکنه نشونه‌ای از افسردگی باشه. پس لطفاً دقت کنید، اینکه کودک غمگین و ناراحت به نظر برسه لزوما به معنای این نیست که افسردگی داره. اما اگر این غم و ناراحتی دائمی بشه و فعالیت‌های عادی، علایق، مدرسه، ارتباط با دوستان و خانواده رو مختل کنه، احتمالاً به این معنیه که کودک درگیر بیماری افسردگی شده. به طور کلی افسردگی در کودکان و نوجوانان مجموعه‌ای از علائم را شامل میشه و هر کودک ممکنه که همه علائم و یا تعدادی از اون علائم رو داشته باشه و حتی ممکنه که افسردگی در کودکان از یک کودک به کودک دیگه متفاوت باشه. افسردگی کودک و نوجوان معمولا تشخیص داده نمیشه، یعنی خلق افسرده کودک و نوجوان بیشتر با رفتارهای خشن و عصبانیته که مشخص میشه. از علائم افسردگی در کودکان و نوجوانان میتونیم به این موارد اشاره کنیم: داشتن رفتارهایی مثل سرپیچی از پدر مادر یا اخلالگری در مدرسه یا خونه، داشتن مشکلات خواب مثل مشکل در به خواب رفتن، خواب موندن و یا تمایل به خوابیدن بیش از حد معمول، مشکلات تحصیلی مثل افت نمرات و یا امتناع از حضور در مدرسه، علائم فیزیکی مثل عرق کردن، سرگیجه، کاهش تمرکز، ترس از آینده مثل ترس از دست دادن والدین، اختلالات خلقی یا خلق و خوی پایین به شکل غمگینی دائمی، حساسیت یا نگرانی زیاد نسبت به طرد شدن، مشکلات جسمی مثل سردرد و معده درد، احساس بی‌ارزشی یا عزت نفس پایین، کاهش یا افزایش غیر طبیعی اشتها، بی‌حوصلگی، خستگی و انرژی کم، عصبانیت و تحریک پذیری بالا، اضطراب و بیقراری، از دست دادن لذت. مثلا اگه قبلا از دیدن برنامه کودک یا انجام بازی فوتبال لذت می‌برد، الان نه. انزوا و گوشه‌گیری اجتماعی، افکار مرگ و خودکشی. در سنین بالاتر مصرف الکل و مواد مخدر هم میتونه از علائم و نشونه ها باشه. همونطور که اشاره کردیم، همه کودکان همه علائم رو ندارن، اما اکثر کودکان مبتلا به افسردگی در فعالیت‌های اجتماعی، علاقه به مدرسه و همسالان، عملکرد تحصیلی و یا ظاهرشون تغییر قابل ملاحظه دارن. دلایل افسردگی در کودکان و نوجوانان. معمولا شناخت دلایل بروز افسردگی در کودکان کار پیچیده‌ایه، چرا که تو این سن کودک ممکنه که رفتارهای غیر منتظره‌ای از خودش نشون بده و در نتیجه کار متخصصین رو سخت‌تر کنه. با این حال چند تا احتمال خیلی قوی برای بروز افسردگی در کودکان وجود داره که در موردشون صحبت می‌کنیم. یه مورد پیش‌زمینه‌های ژنتیکیه. افسردگی از والدین به کودکان منتقل میشه. پژوهش‌های علمی هم نشون میده که کودکانی که والدین افسرده دارن 3 برابر بیشتر از سایر کودکان در معرض افسردگی هستند. پس برای شناخت افسردگی کودک در اولین قدم لازمه که سلامت روان والدینش بررسی بشه. مشکلات موجود در محیط زندگی کودک. محیط زندگی کودک یکی از مهمترین فاکتورهاییه که در سلامت روان کودک
تأثیر مستقیم داره. محیط زندگی در واقع همون جاییه که کودک بیشتر ساعات روزش رو اونجا سپری میکنه. خونه، مدرسه، باشگاه و یا حتی فضای بازی‌های گروهی که با دوستاش میگذرونه. اگه شرایط محیطی که کودک ساعات زیادی رو اونجا سپری میکنه شرایط نامناسبی داشته باشه، شانس بروز افسردگی در کودک افزایش پیدا میکنه. منظور از شرایط نامناسب محیطی خشونت، رفتارهای ناپسند، ناامیدی، طلاق، دعواهای خانوادگی و خیلی از رفتارهای دیگه است که در حضور کودک صورت میگیره. مشکلات جسمانی و بیماری‌های مزمن. مشکل جسمی و بیماری‌های مزمن که ممکنه برای کودکان به وجود بیاد میتونه یکی دیگه از دلایل افسردگی در کودکان باشه. بروز این مشکلات تحرک کودک رو دچار اختلال میکنه و ممکنه که برای کودک دردآور باشه. مشکلات و بیماری‌هایی مثل چاقی، معلولیت، نقص عضو، مشکلات اسکلتی، دیابت، آسم، سرطان و موارد دیگه میتونن باعث بروز این مشکل بشن. مواجهه با صحنه‌ها و اتفاقات اضطراب‌آور. اتفاقاتی مثل از دست دادن عزیزان، آزار جسمی یا عاطفی، تصادفات رانندگی و خیلی از موارد دیگه. در واقع کودکان نسبت به سنین دیگه خیلی حساس ترن و در مقابل این اتفاقات مقاومت کمتری دارن. و اگر کودک به شکل نادرست با این دسته از اتفاقات روبرو بشه، احتمال بروز افسردگی در اون افزایش پیدا میکنه. یکی دیگه از دلایل افسردگی کودکان مشکلات هورمونیه. مطالعات نشون دادن که سطح غیر طبیعی هورمون‌هایی مثل هورمون کورتیزول میتونه دلیل محکمی برای بروز افسردگی در کودکان باشه. در واقع قسمتی از مغز که کنترل هیجانات و احساسات رو به عهده داره، در صورت بروز مشکل در هورمون کورتیزول دچار اختلال میشه و در نتیجه کودک هم دچار افسردگی میشه. قرار گرفتن تو موقعیت‌های اجتماعی ناخوشایند. بعضی از کودکان تو اوایل دوران کودکیشون و بعضی دیگه تو اواخر دوران کودکیشون وارد دنیای اجتماعی میشن و در مدارس، پارک‌ها، باشگاه و جاهای دیگه با آدم‌ها و شخصیت‌های مختلفی روبرو میشن. رفتارهای اجتماعی ناپسندی مثل تمسخر، تهدید، آزار و اذیت از سمت دیگران باعث میشه که کودک دچار سرخوردگی و در صورت کنترل نشدن دچار افسردگی بشه. سیستم آموزشی غیر استاندارد. سیستم آموزشی که استاندارد و سالم باشه که بحثش جداست، اما خیلی از متخصصین و پژوهشگران در زمینه بیماری‌های روانی کودکان این باور رو دارن که یک سیستم آموزشی غیر استاندارد میتونه احتمال بروز افسردگی در کودکان رو تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش بده. اگه محیط آموزشی طوری باشه که کودک بدون علاقه و صرفاً به اجبار تو اون محیط حضور داشته باشه، ممکنه که این مشکل اتفاق بیفته. تکالیف دشوار، توقع غیر منطقی از کودک، بدرفتاری، تنبیه‌های نادرست و شیوه آموزشی نادرست از این موارد هستند. و در نهایت داشتن بعضی از ویژگی‌های شخصیتی مثل عزت نفس پایین، وابستگی بیش از حد، انتقاد از خود و یا بدبین بودن هم میتونه از دلایل دیگه بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان باشه. خب در مورد افسردگی در کودکان و نوجوانان هم صحبت کردیم. در واقع در مورد علائم و نشونه ها و دلایلش صحبت کردیم و اما در ویدیو بعدی قراره که در مورد درمان افسردگی هم در کودکان و هم در بزرگسالان صحبت کنیم. پس لطفاً با من همراه باشین.